سلام بچه ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدین به چنل خودتون بچه ها، مخلصم. بچه ها توی این قسمت یه برنامه خفن داریم در مورد دوشنبه هستش. یه مصاحبه کننده، یعنی یه خبرنگاری، حالت خبرنگاری هستش که تو فضای مجازی کار میکنه و ایرانیه، رفته توی دوشنبه و با مردم اختلاط میکنه و مثلا تو کوچه پس کوچه های دوشنبه قدم میزنه و با مردم صحبت میکنه و جای دیدنیشو نشون میده. چاکر بچه ها، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بریم و بیان یه دو سه لتس. تاجیکستان توی قلب خانینا اگر زبان فارسی نمی بود ما صحبت کردن نمی عجب کلاهی داره. شاهنشاه کوروش بزرگ و خیلی زیاد با ایرانی ها صحبت کردم و خیلی دوست داره. تاج شباهت بسیار زیادی وجود داره با تاج کیانی. به 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 به، چقدر قشنگه اینجا. شما یا خودتون الله. آواز میخونید؟ آها برامون میخونید امروز؟ حرکت میکنم. ببین یه چیزی بهتون بگم، هر چیزی که در مورد این موضوع شنیدید که تاجیکا ایرانو دوست دارن 100% درسته. راست میگه بچه ها. خب منم خیلی شنیدم، من یعنی خیلی شنیدم از بچه های تاجیکستان که کامنت میذارن میگن که ما عاشق ایرانیم. یکی اصلا بود که میگفت که دنبال زن ایرانی میگشت. میگفت که من عاشق اینم که بیام ایران ازدواج کنم، تشکیل خانواده بدم. من گفتم ما هم عاشق اینیم که بیام تاجیکستان تشکیل خانواده بدیم. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه گل. به 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 به. اوه اوه اوه. اسمی فلکه چیه بچه ها؟ بیژن مرتضوی. بیژن مرتضوی هست، بسیار نوازنده عجایب. این قومه هایی هست که در باستانشناسی معروف به قومه اشکانیان آریایی. اوه بچه ها، من عاشق این کلام، این کلاهی که روش نوشته تاجیک، من عاشق اینم. خیلی قشنگه. ما داریم تو افغانستان پکل، ولی اینو من نمیدونم اسمش چیه. رنگ‌های مثلا سبز و قرمز اینا هم داره با خودش. ماشاءالله ماشاءالله. اسم چنل هست بچه ساعت صفر. سلام بچه ها، در یکی از هیجان انگیزترین به به. سفرهای عمرم هستم و قرار تکه‌ای دور افتاده از ایران رو اوه بعد از قرنها ملاقات کنم. عجب جمله گفت. در این سفر بی در اولین مواجهه هم با مردم تاجیکستان، چیزی که برام جالب بود موسیقی های ایرانی بود که در تاکسی های دوشنبه شنیده میشد. به طور مثال بچه خب من اینقدر دوست دارم چون تاجیکستان تنها جزو معدود جاهاییه که ویزا نمیخواد. با یه چی میگن، یه بلیت میگیری و میری تاجیکستان. یعنی این باحالی رو داره، مثلا تقریبا مثل ترکیه. بعد برات خیلی جالبه که بدونی مثلا وارد این کشور میشی چه اتفاقاتی میفته، با چه چیزایی روبرو میشی، چون شما جفتتون فارسین. خب زبونتون فارسی مشترکه و انگار که مثلا از یه شهر، از یه استان تو ایران میری یه استان دیگه، تقریبا مثل اینه دیگه. که منو از فرودگاه به سمت خونه میبرد، داشت چی؟ محستی گوش میداد. اوه محستی گوش میکرد. دوست بسیار قدیمی من هادی تامس که بعد حدود 12-13 سال در تاجیکستان همدیگر رو دیدیم. این هم تصویر خونه‌ایه که در چند روز آینده قرار ما اینجا زندگی بکنیم. چه خونه‌ای در محله نسبتاً مدرن و جدید و خیلی با کلاس شهر دوشنبه. قشنگ مشخصه که آب و هواش هم خیلی خوبه ها. به 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 به، چقدر از این زاویه شبیه ترکیه است. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هستم، اینجا در خیابان رودکی و همین که می‌بینید من عاشق اسم خیابوناشم. اسم خیابوناشم یکی رودکیه، اسم یه خیابون خیامه، اسم یه خیابون مولوی کوروشه. یعنی خیلی جالبه. تو خود ایران محدود میذارن این اسما رو روی خیابونا بعد انقلاب، ولی تو تاجیکستان نه. فضای شهری، نوع پوشش مردم، بارون هم کرده فکر کنم. بودن شهر بسیار بسیار شبیه شهرهای ایران. دقیقاً. همراه من باشید تا بیشتر با
تاجیکستان تکه‌ای جدا شده از سرزمین مادر ایران بیشتر آشنا. عجب جمله گفت. تاجیکستان تکه‌ای جدا شده از سرزمین مادری ایران. این خیلی جمله عجیب غریبی بود. چی هم همین جوریه دیگه. افغانستان، هرات بعد قاجار جدا شد، یعنی تو دوره قاجار جدا شد. همینطوری که دارید تو این تصویر میبینید بخشی از محله‌های شهر دوشنبه بسیار محله‌های زیبا و مدرن و لوکسی هستند. بجز اینها شما به عنوان یک ایرانی چیزی که نظرتون رو خیلی زیاد جلب میکنه ماشین‌های جدید و درجه یک اروپایی و آمریکایی که متاسفانه تو کشور ما به دلیل مسائلی که خودتون میدونید فعلا از اینا چه ماشینایی؟ فراری. آفرین. اینجا یکی از بازارهای اصلی شهر دوشنبه است. بازار مهرگان. پیدا میشه انواع اقسام تازه و خوش. نکته جالب برای من علاوه بر سبک معماری نام‌های اصیلی است که تاریخچه بسیار بسیار قدیمی داره. بعضی از این نام‌ها حتی از پیش از زرتشت هم در فرهنگ اقوام ایرانی حضور داشت. راست میگه، این واقعا راست میگه. بازار مهرگان یکی از بازارهای اصلی مواد غذایی در شهر دوشنبه بود و اما این نونای زیبا که دستپخت خانومی که در تصویر می‌بینید بسیار بازار مهرگان هم تنوع زیادی داشتن. فضای کلی بازارم برای ما ایرانی‌ها اصلاً چیز عجیب و غریب و غریبه‌ای نبود. آره دیگه، مثل پنجشنبه بازارها و جمعه بازارهای خود ایران رنگارنگه. اینجا هم منتظر بودم که خیلی سریعتر برم به مقصد بعدی، مقصدی که دل تو دلم نبود تا نزدیک ببینمش. مجسمه‌ای که پشت سر من می‌بینید مجسمه شاه شاهان، خسرو دوران، شاه هفت گوشه دنیا، شاه ایران، شاه ایلام، شاه انشان، مردی پارسی از تبار آریا، شاهنشاه کوروش بزرگه. نکته جالب اینه که در پایین این مجسمه متن کوتاهی نوشته شده که به شکل تاریخوار اقدامات مهم کوروش کبیر رو ذکر کرده. اینکه چطور ایوالا ببین وسط دوشنبه مجسمه به این عظمت از کوروش کبیر رو گذاشتن اونجا بنا کردن. چقدر خفن. چطور مردی از پارس در 550 سال قبل از میلاد اولین امپراتوری متمدن و قدرتمند ایرانی آریایی رو به وجود آورد که گستره این امپراتوری در 3 قاره و بیش از 60% سرزمین‌های کشف شده در اون دوران در بر می‌گرفت. ایوالا. نکته جالب اینه که کوروش در ایران پارک، خیابان و هیچ بنایی نداره. اما ای راست میگه اینو. حداقل باعث افتخاره واقعا که چنین بنایی و چنین مجسمه ای رو بهش اختصاص چقدر خوشگلی مجسمه. اوه عظمت کوروش رو نشون میده. ماشاءالله چه پادشاهی که جوری هم گرفته. پارک کوروش تو خیابون رودکی قدم زدیم و ادامه دادیم به مسیرمون. نکته جالب خیابون رودکی برای من شباهت اون به خیابون ولیعصر بود. یعنی خیابون خدا شاهد، من میخواستم بگم چقدر این خیابون شبیه خیابون ولیعصر تهرانه. دیدی این چیتم گفتش خیابون رودکی با درخت‌های چنارش و با مغازه‌ها، ساختمان‌ها و درخت‌های چنار و بلندی که داره خیلی منو یاد خیابون ولیعصر تهران انداخت. یه چیز جالب و آشنا هم اونجا دیدم و اونم بانک تجارت ایران شعبه دوشنبه بود که دقیقاً در مقابل بانک تجارت تو تاجیکستان هم، یعنی ببین خیلی مشترکات داریم و بچهای ایران هم خیلی رفتن تو تاجیکستان یه کارایی کردن، یعنی چجوری بگم، مثلا بانک بردن اونجا، محصولات لبنیاتی و فلان بردن، مثلا این میهن و کاله و اینا. دقیقاً در مقابل بانک امانت تاجیکستان قرار گرفته بود. این هم سردر پارکیه که داخل اون موزه ملی تاجیکستان قرار گرفته و ما با هزار ذوق رفتیم که از این موزه دیدن کنیم، اما به دلیل تعطیلات عید فطر این موزه تعطیل بود.
ولی خب دست خالی از اونجا نیومدیم، چرا که مجسمه های بزرگان تاریخ ایران زمین و ایران تاریخی بزرگ رو تونستیم که ببینیم و از اونها فیلم و عکس گرفتیم. اسماعیل سامانی به توجه رودکی، ماشاءالله ماشاءالله. بلواری که تبدیل شده به یک پارک جذاب، نورانی و زیبا با ساختمان‌های مهم و دولتی در تاجیکستان در شهر دوشنبه. چه هوایی مکان بسیار جذابیه برای پیاده روی. این ساختمان که در سمت چپ من می‌بینید از نظر معماری و تزیینات معماری بسیار ساختمان جذابیه. البته چقدر نمای خوشگلی داره. اجازه بدن که شما ساختمون رو بهتر ببینید متوجه میشید که واقعا ساختمون راست میگه خیلی و جای بسیار زیبا و تمیزیه و خیلی لذت بخش از نظر بصری تماشای چنین بنایی در وسط شهر. همینطور که میبینید بسیار جذاب هم نورپردازی شده و چقدر زیباست. از اونجا رفتیم جایی که بتونیم غذای خیابونی محلی بخوریم، توی یک ساندویجی به اسم تندوری که بسیار غذای خوشمزه و چای درجه 1 بهمون داد. اوه چای چرا اینجا نهنگی بود؟ فکرم چای سبز بود. عزیزم سلام، دوست دارم، عاشقتم و سلام. آقای محترم مگه نمیدونی اینجا سیگار کشیدن جرمه؟ ندادش من سیگار کشیدن جرم نیستش که. اوایل که ما رسیدیم اینجا هم ما مثل شما فکر میکردیم چون ما رمضونه شما نباید اصلا کلا تو خیابون سیگار بکشید. اما یه بنده خدایی به من اینو توضیح داد، گفت شما تو اماکن عمومی نباید سیگار بکشید. امام علی دستور داده که تو اماکن عمومی مردم سیگار نکشن. تنها جایی که میتونن سیگار بکشن کنار این دوستای عزیزمونه. سلام، چه جاله؟